سلام مجدد. در ضمن میرم نگفته نبوده، چون آبگیری جوریه که ما الان مثلا پلپل داریم میریم و امکان نگاه هر لحظه داره که مثلا قار کنه یا سوراخ کنه. باید حواست باشه که زمینت مثلا سوراخ نکنه، پلات خراب نکنه. حالا مد جدید اومده و به حساب میگم بارونی و فلان و از این حرفا خوبه، ولی برای کسی خوبه که چه از خودش باشه، نه که مثلا ما در اینجا مثلا ساعت 350 میدیم، باید گازویلش هم باید بره قیمت روز براش بخریم بدیم. برای گازویل مثلا دستگاه شبش خوبه، چون ما دستگاه نداریم مجبوریم بریم بخریم لیتر 13-12، چون یارو دستگاهش چی با آب نمیسوزه. خلاصه داداش من هر چیز سختی خودش داره، خدا رو شکر.